شما برای چی آمدید پدر به نزد من شرم میدارم از شما. پدر مرا در نزد رئیسم شرمنده کردید و این لباسهای جزیر. اگر با پدر خود همخیر رفتار میکنن. پدر این گیره ها برای همین فرزند ناخلفت هیچ جوانای وزیره فقط پدر میدونن. نه پسرم، من برای خودم نگیرم. 50 سال پیش من با پدری خودم همین کار را کرده بودم. آنچه کردی با پدر از پسر میبینی تو. آره